سلام علیکم، چطورین بچه ها؟ الان فکر کنم یک ساعت و نیم یا کمتر مونده به سال تحویل. من بدو دارم سبزی پلو با ماهینا رو آماده میکنم میذارم، یعنی ماهینا که نه سبزی پلو رو میذارم که دیگه بمونه. خونه رو جارو کشیدم، همه کارا رو کردیم، سبزی پلو رو درست کنم، یه دوش سریع بگیرم بیام که دیگه بشینیم پای سفره هستینمون دیگه. اینم از بساطه، اینجا بساط سبزی پلوه. برم سریع اینو درست کنم یا پیشتون. خب من رفتم دوشم هم گرفتم، همه کارامو کردم، الان دیگه منتظریم که سال تحویل بشه، بشینیم تا سال تحویل بشه. خب بچه ها ما یهو غیب شدیم دیگه، رفتیم سالو نو کردیم با خانواده 1 ساعت و نیم 2 ساعت صحبت کردیم، خیلی حال داد. تمام خانواده‌مون دیدم، خاله ها، پسر خاله ها، خواهرام، همه، هر کی هم یه جای دنیا، یکی آلمان، یکی سوئد، یکی کانادا، هر کی یه ور بود، ولی قشنگ با هم دیگه حرف زدیم، کلی روحیه گرفتم، کلی حالم خوب شد. الان دیگه گشنمونه، داریم میمیریم، غذا بخوریم بعد بریم راند دوم صحبت خانوادگی با خانواده افشین. ببینین اینجا دارم چه میکنم، ماهی دارم سرخ میکنم، ماهی سبزی پلو، خیلی گشنم شده. غذا بخوریم بریم برای صحبت های بعدی. خب الان ساعت 9 و 10 دقیقه شبه، افشین داره فوتبال نگاه میکنه، منم دیگه کم کم میخوام آماده شم. من و همچنین پایین زمشن میخوایم بریم کلاب. اون کلاب یه کلابیه که بیشتر مثلا حالت ایرانی ها میرن اونجا، توی برج خلیفه هست، همیشه برنامه داره واسه سال نو. واسه همون دیگه اونجا رزرو کردیم که ستایی با هم امشب اونجا بهتر کنیم. حالا من تون آماده بشم، تون نه آماده بشم، خوشگل کنیم، بریم جشن بگیریم. خب من آماده شدم، این از لباسم، این از خودم، روژ هنوز نزدم دیگه، بریم تا دیر نشده. شما عزیزان، ما از شب سال نو که اومدیم، یعنی رفتیم بیرون دیگه، از خونه بیرون نیومدیم، فقط تو خونه بودیم. الان بالاخره بعد 2-3 روز داریم میریم بیرون و اینکه همین دیگه داریم میریم سمت مارینا، یه ذره دور بزنیم، حالا هوا عوض شد. خب ما رسیدیم. از اونجایی که اینجا تو روز بهتون نشون نداده بودم یا اصلا یادم نیست نشون دادم یا نه، گفتم بهتون نشون بدم. اینجایی که میبینیم مارینا ماله و این برم که حالت اینجوری آقا افشینو داریم. اینجا این یاتا هستن، میتونین بگیرین ساعتی مثلا برین دور بزنین دیگه تو آب. ما هر سری رفتیم شب بود و یه بار بیایم روز بریم. خیلی خیلی اینجا رو دوست دارم. ما یکم راه رفتیم، الان اومدیم اینجا توی کافه همین کنار مارینا مال نشستیم، نمیدونم صدا میاد یا نه، نشستیم اینجا یه نوشیدنی بخوریم. خیلی هم بامزه است اینجا، ویوشو دوست داشتم، دلم خواست حتما اینجا بشینیم تو بخوریم. بهتون نشون بدم اینجا رو. سلام. نمیدونم ولی خیلی حس خوبی دارم. در آرامش. بچه من ماچا گرفتم، توش انگار بستنی توت فرنگی ریختن، بعد خیلی خوشمزه شده، مزه آدامس گرفته.
سر پروژه عکاسی فیلم برداری هستیم. بچه ها مشغول به کار. تقسیم وظایف از اینا دیگه همین. هم شبیه شیر شده. یه چند وقت دوستم به سشواریمو نکشن ما هم ترکیدیم نه گرمان دادم کودروی گولاخ میشی. خب بریم بالا. بیا نه بیا دیگه بیا دیگه هم چرا میدی. بریم بالا بهتون نشون بدم. چیز خاصی نیست، پاساژه ولی خب نشون میدم بهتون. یعنی اینجا بهتون نمایندگی نایکی رو نشون بدم. اینو چی باحاله. اینجا قسمت مردونه‌ش البته چون افشین میخواست نگاه کنه دیگه منم اومدم. میشه من این صندلی و این مبل صندلی چیه؟ این مبل رو بردارم. مبلشو من میخوام. آره خوشگله. اینم سمت خانوما. وای چقدر خوشگله این شلوارش. از این گشاداست که من خوشم میاد. ست باحالیه. اینم باحاله. این شلوارش دوست دارم. چیزای خوبی داره کلا. اینم خیلی خوشگله. خوشم اومد. منو ببینم. اینا مال تینیجر است. من خودمم. دیگه چقدر خوش رنگه این. جدیدن عاشق این رنگ شدم. شیکه، رنگ شیکیه. آره قیمتش رو ببینید چه. آره خیلی خوشگلن، خیلی باحالن. خب اول بریم اینجا. من یه چند تا فریم میخوام برای عکس چاپ کردم. بریم ببینم فریم پیدا میکنم مش بگیرم. اشتباه رفتی تو سوختی. اینو خیلی خوبه. صفحه گردون نه که ما خیلی فضا داریم همچین این نمیگی گردونه. این ونی سرشه. اینا همش آینه است. دنیای آینه. این آینه هاش هم ببینم.
لوهاش هیچ وقت قشنگ نیست آدم یه دونه بگیره واسه خونه. بذار بیام اومد. اینا هم جالبه ها، یا اینجوریا. آها آفرین، اینا خیلی خوشگله و همین اینا خوبه، اینا هم باحالن. خب اینا رو پیدا کردیم ولی هیچ کدومش قیمت و اینا نداره که بفهمیم چنده. من اینو میخواستم بگیرم، واسه همین دیگه فعلا اصلا اینجا نمیخوایم چیزی بگیریم، چون یه فروشگاه دیگه هم دیدیم. بریم اونجا ببینیم چیا داره. اینو خیلی دوستش دارم، اینو احتمالاً بیام واسه عکس خودم و همشین بگیرم، 3 تا اینجوری چاپ کنم بذارم داخلش، خیلی شیکه. خب اومدیم دیگه خرید خوراکی. نمیدونم کروسان بگیرم نگیرم، به نظرم چیز مفید بگیرم، فقط تنوع کروسان آدم میمونه کدومش رو بگیره. بذار نون بگیرم، میخوام این دفعه یه نون متفاوت بگیرم، از اینا که با خمیر ترش میگن چی، از اونا. البته اینا نیست این چیزی من میگم، ولی یه سبد برمیداری کوچولو هم باشه خوبه. این هم به نظر این چقدر سفتن. نه اینا سفته، نمیدونم چرا سفته. طبیعی اینا خوبه، اینا تازه است. نوناش حس میکنم خیلی اینجوری تازه نیست، نرم نیست اصلا، نمیگیرم، ولش کن. نون توست دارم خونه، میخواستم حالا یه نون دیگه بگیرم. کاش این کیکا منو چاق نمیکرد، کاش این کیکا همچین منو چاق نمیکردن. اینو میگن خیلی خوشمزه است، شاید هم کیک یزدی خودمونه. این اینجوری مینیه، خیلی خوبه، راحت الحلقوم. ولی نه، بیا از این قسمت عبور کنیم، بیشتر از این نمیتونم خودم نگه دارم. خب بریم تو کار سبزیجات که من یه عالم سبزیجات میخوام. میوه که داریم، تازه گرفتم. وای خدای من، وای وای وای. میوه دارم. میوه تازه گرفتم. آره. سبزی که تازه گرفتم. کاهو اینجور چیزا بیشتر میخوام. اون مرچیده شده، بریم اون سمون بیشتر اینجا رو بهتون نشون بدم. بریم مرغ و گوشت و ماهی بعد بگیریم. وای چقدر بو میده اینجا، اینا خیلی درشتن. کوچولو میخوام. کبابیه؟ چی میگمش؟ چه بویی میده. ببین ماهیچه هم دیدی؟ بهم بگو. نمیدونم. تا رو ببین. سلطان گوشت. افشین رو ول کنی، اینا رو برمی داره خام اینجا گاز میزنه. آها خب اینا به کار ما میاد. کوچولو. برای اینکه من استرالیا ما باید بگیریم. خوبه یه دونه اینو بذار، اینو بگیر من بردارم. پایینیا تیکه‌ای. اینا بهتر نیست. نه حالا خوبه دیگه، خدا هم میشه مخلوط کرد. اینا هم خوبه اینجا. کجاست؟ استرالیا اینا. فرق اون ارگانیک اینا ارگانیک. فرق اون ارگانیک اینا. گوشت دیگه. گوشت دیگه. یه دونه اینا هم دارم. یه بسته که کمیت کردم. سالیه؟ آره بچه ما واسه این سالیه برمیم، چون که اینجا گوشتا برزیل و اینا به شدت بوی بد میده و بدمزه خون میده. بازار ماهی. وای اینو چه زشته، نیده بودم. ببین ما یا باید سالمون بگیریم یا سیبس. البته چیزش هست بسته من. وای ای دست ازن ای وای خودم نورم خواه بو میده. این چیه بدبخت؟ وای 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 چیه؟ آخه بمیرم برات. صفحه چرا بسته باشه؟ زنده است؟ نه
وای اینجا صدف متنفرم. متنفر نه این اصلا بیا این ولش کن. بیا من یه بسته ماهی بردارم. خب ببین اینجا ما یا سیبس میگیریم که پیدا کنم بهتون نشون بدم. صدف اصلا یعنی ببین سیبس پیدا میکنی نداره فکر کنم. سیبس موجود نداره. پس یه دونه چیز بگیریم سالمون. اون وقت سیبس نبود. بذار ببینم اینجا هست. آره اینا سیبس همشیم. اینو از نون سفارش میدیم دیگه چرا از اینجا بخرم. تیلا پیلا هم داره ولی سیبس بهتره. آخه وای چیه آخه وای اینو ببین خدا رو شکر میکنم از اینجور چیزا دوست ندارم. ببین برای امشب میتونیم از اینا هم بگیریم. بیا اون سری پیش پانیز خوردیم دوست داشتم. بیا ببین اینا مزه فوق‌العاده‌ایه خیلی حال میده. این من دوست داشتم. من دوست دارم. خیلی خوبه دیگه قشنگ اینجوری نفری یه دونه میتونیم برداریم حال میده. اینا هم یه جور خاویارن. الکی خاویار الکی. اینا خاویار واقعیه. آره اینا واقعی نیست که اینقدر ارزونه. خب اینجا هم که کلا غذاهای فریزری ناگت و نمیدونم اینجوری کباب لقمه‌ای و دیگه همه چی دیگه هر چی که به ذهنتون برسه. کباب تابه‌ای سوپر شیش کباب. بابا خودم مثلا درست میکنم اینا آمادهش خوب نیست. کاری نداره. شیش کبابه. اینا چیه؟ سمبوسه سیب زمینی داری ذرت. با این ذرتش خیلی خوشمزه است. شیرینه فوق‌العاده است. برای اون من کاهو بردارم گذاشتم تو فریزر. بیا یه دقیقه برداریم همینجاست. خب بذار اون کاهویی که همیشه میگیرم پیدا کنم. این خوبه ممنون اینو میگیرم. بذار ببینم سبزیجات دیگه چی داره. وایسا چی بریم یه ذره تنقلات برداریم اینجا که نه. خب بچه اومدیم این ور گز پیدا کردیم. از این گزایی که توی اصفهان هست فقط اینجا هم هست. آخه چه حالی میده محصولات خودمون اینجا میبینیم. ای چه جالب. من اینا رو تو اینستاگرام دیده بودم ولی نمیدونم خوشمزه است یا نه. نمیخوام ریسک کنم اصلا. اینجا بهشت افشینه. عاشق اینجور چیزاست. من اصلا از اینا نمیگیرم نه که بگم فلان و اینا نه. خیلی دوست دارم شکلات بخورم ولی همشون برام اینقدر شیرینه متاسفانه. حتی اینو گرفتم مثلا گفتم توش قهوه است و اینا میتونم بخورم. یه تیکشو خوردم اینقدر شیرین بود ریختم دور بقیه رو. نگاش کن یه عالم شکلات برداشت. آها بچه ها یه دونه واسیم پیدا کنم. همینه دیگه. اینو من خیلی دوست دارم. من مثلا صبحونه که اوتمیل درست میکنم یه تیکه اینو میکنم میندازم داخلش بعد خیلی خوشمزه است. حالت کوکیه توش از این چیزا داره. حالت بیسکویتیه خیلی خوشمزه است. بهتون پیشنهاد میکنم اینو امتحان کنید. بچه اینجا همه فروشگاهاش از این حالت کارتون ها میفروشه و از این پلاستیک حبابیا هم رولی هم اینجوری مثلا متری برای کسایی که میخوان اسباب کشی کنن و اینا. ما دیگه خریدمون به امید خدا تموم شد و اینکه توی این MMA بچه MMA جاییه که اینجا مشروب ترکلی میفروشن.
تو اون واقعا نمیتونستم فیلم بگم چون اجازه نمیدن اصلا اونجا فیلم و عکس و اینا بگیریم یا تذکر میدن و بندازن بیرون. این از خریدای ما. بریم دیگه تاکسی بشینیم بریم خونه.